حواسمون باشه این توضیح رو به عنوان توجیه استفاده نکنیم. بیایم با هم دیگه جمع شیم، بریم خونه داروین، سر میز شام بشینیم و برای داروین تمام کشفیات این 150 ساله رو توضیح بدیم. براش بگیم هیومن اِوولوشن به کجا رسیده، براش بگیم ژنتیک چیه، چون داروین ژنتیک نمیدونست چیه. فکر میکرد میدونست به صفات ما منتقل میشن، فکر میکرد اندامهای ما توی خونمون چیزهایی تولید میکنن به نام ژمول و این ژمول ها به هم دیگه پیوند میخورن و میشه وراثت. ژن رو نمیدونسته. از تغییر در جایگاه زن، از اینکه سوشال داروینیسم چه بلایی به سر جهان آورد، پشت فاشیسم و نازیسم قرار گرفت، اینکه شما از نظر اِوولوشنری چه معنی داره که مثلا یه نفری که فلج هست رو نگه میدارید، یا از نظر اِوولوشنری اینا باید حذف بشن. نکته خیلی مهم اینه ما توی نگاه اِوولوشنری یا نگاه تکاملی توضیح بسیاری از پدیده ها رو در میاریم. حواسمون باشه این توضیح رو به عنوان توجیه استفاده نکنیم. مردها تستوسترون بالایی دارن و نسبت به خانمها زودتر از کوره در میرن. در این حال مردها انتظار دارن به عنوان یک انسان باهاشون برخورد بشه. اگر میخوای به عنوان یک انسان باهات برخورد بشه، پس باید بر تستوسترونت مهار بزنی. اگر میخوای نه به عنوان یک شامپانزه باهات برخورد بشه، حرف دیگری است. کسی که بخواد بره پشت غرایز زیستیش قایم بشه میشه شامپانزه، دیگه آدم نیست. بنابراین ما باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، آدمی یا شامپانزه‌ای. و نمیتونی هر جایی که به نفعت باشه بپری بگی من زیست شناسیم اینجوریه، من دیگه تکامل اینجوری منو درست کرده، من نمیدونم تنوع طلبم، من این شکلیم، من اونجوریم، یا هر جای دیگه که مثلا به نفعت نباشه بری و تبدیل بشی به یک انسان.